ما شیعه ها ادعا میکنیم مذهبمون مذهب جعفریه و رئیس مذهبمون هم امام جعفر صادقه. میخوام براتون یه نکته رو اینجا بخونم. مادر امام جعفر صادق ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکره. نکته جالبش اینجاست که مادر ام فروه اسما دختر عبدالرحمن ابن ابوبکره، یعنی ام فروه از دو جهت نتیجه ابوبکره و ابوبکر جد مادری امام صادقه. این لومپنی که در تصویر دیدین نه تنها به اهل سنت توهین کرد، بلکه به ما شیعه هم توهین کرد. مستقیما به جد مادری امام جعفر صادق داره توهین میکنه. این که تلویزیون انقدر طویله شده که هر الاغی میاد توش ار میکنه، اینو دیگه همه میدونن دیگه، این به همه ثابت شده است. ولی نکته مهم این هستش که شما تاریخو بدونین. وقتی تاریخو بدونین دیگه اسیر حرفای یه همچین آدمای متحجر معلوم الحالی هم نمیشی. این مطلبی که براتون خوندم از کتاب منتهی الآمار نوشته شیخ عباس قمیه، همون کسی که مفاتی رو نوشته.